دوستان خوش اومدیم به این ویدیو. اونم آموزش گرفتن قایق و هلیکوپتر تو این ویدیو براتون آموزش. اول ما میریم رو نقشه و میریم اینجا که برای شما به شکل پوله مثل لنگر مانده، میریم سمت اونجا تا بهتون بگم چیکار کنم. حالا من ویدیو رو استاپ میکنم تا اونجا برسیم. سلام دوستان، ما رسیدیم به اینجا. بذار بیایم روی آب. دوستان قایق شما دقیقا میشه بغل دست سمت راست ما میشه. اون قایق مشکیه میشه. بعد شما الان بریم میشه قایق مشکیه و سمت راست رو فشار بدید و اینجا میتونید قایقاتونی که خریدین یکیشو به انتخاب خودتون انتخاب کنید. مثلا ما اینو انتخاب میکنیم. خب مینی قایق برامون میاد. دوستان حالا شما بخواید قایق رو بگیرید، میزنین بیرون، میرید تو اینترنت، میرید تو این سایت و میزنین رو لنگر ماننده. بله میایم پایین و رو هر کدوم اینا کلیک کنی میتونیم مثلا یکی جا مثلا ما رو این کلیک میکنیم و میایم پایین. دقیقا اینجا ما کلیک میکنیم و قایقمون رو میخریم. چون حالا مال ما پر شده دیگه نمیشه خرید و شما حداقل 6-7 تا میتونید قایق بخرید. حالا آموزش پیدا کردن، حالا خریدن هلیکوپتر. شما برای این که ایوای دوباره افتادیم، شما برای این کار میری. من ویدیو رو استاپ میکنم تا برسیم به این مکان. شما باید بریم به این مکان. من ویدیو رو استاپ میکنم. سلام دوستان، ما رسیدیم به اینجا. شما اینجا دقیقا هستش، یعنی شما اون دره که وارد میشین آخری اینجا هسته که همون مثل دکتری سمت راست شما میتونید 4 تا بگیرید. مثلا من میخوام اینا حالا بلند بگیرم، شما برمیگردین یه دور اینجوری باز ول کنید، میری شما یه دوری اینجوری میزنید و برمیگردید، یعنی عوض شد مثلا این جنگ و میتونین همینجوری بخرید. خب مثل این میرین تو اینترنت و توی سایت میخریم و آموزش هواپیما گذاشتن توی هلیکوپتر. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.